اومدم با یه ویدیوی جنجانی دیگه. من همین الان میدونم ریدیم کد اون دنس فروده که هست کی میاد. احتمال زیاد، یعنی احتمال 99% روز جمعه میاد. الان من که دارم این ویدیو رو میگیرم پنجشنبه است. فردا یعنی روز جمعه ریدیم کد میاد. اگه روز جمعه ریدیم کد نیاد دیگه باید قبول کنید که ریدیم کد نمیاد. اگه یه روز دیگه هم هست، روز شنبه، به احتمال 1% به احتمال 1% روز شنبه میاد. امروز یعنی پنجشنبه من ریدیم کد رو زدم، میگه ریدیم کد بازخرید شده، یعنی ریدیم کد هنوز فعال نشده. و اگه روز جمعه هم نیاد شما باید قبول کنید که ریدیم کد نمیاد. بچه‌ها منم فکر میکنم این ریدیم کد فیک مال عربا، کلی ازش ویدیو ساختن. یعنی یه نفری اومده 20 تا صفحه ویدیو برای یه ریدیم کد گذاشته. الان میخوام من توی یه ویدیو همه چیزاشو بگم. حتما لایک و ساب یادتون نره. میگم که بچه من دیروز این چهارشنبه هم زده بودم ریدیم کد. هر روز ریدیم کد میزنه میگه بازخرید شده، یعنی هنوز ریدیم کد فعال نشده. بچه اینو باید قبول کنید که هنوز نیومده. اگه روز جمعه هم نیومد دیگه نمیاد بچه. یعنی بعضی ها فکر میکنن روز یک شنبه میاد، دوشنبه میاد. اشتباه فکر میکنید. اگه روز جمعه یا شنبه نیاد ریدیم کد دیگه نمیاد بچه. اینو بهتون بگم دیگه. ویدیو ها رو لایک کنین. توی ویدیو هم گفته بودم اگه ویدیو ها 50 تا مشترک، یعنی 50 تا سابسکرایبر داشته باشه 5 گیگ نت برای 2 نفر ها. تو این ویدیو ها گفته بودم یه نفر میخوام برای 2 نفر 5 گیگ نت بگیرم. تو آیدی تلگرام و روبیکا رو بدین. یعنی بچه بخشی فقط توانم در این حد بود. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما لایک و ساب یادتون نره. خداحافظ تا ویدیوی دیگر.